سلام بچه، حالتون چطور بچه؟ خیلی خوش اومدید. ببخشید، خیلی خوش اومدید. بریم داخل این ویدیو میخوام بهتون چند تا توضیح بدم و اینکه یه چیزی دیگه میخوام بهتون نشون بدم. بچه تو این چند روزی که ویدیو آپلود نکردم ببخشید، گفتم چون تو مسافرت بودم، ولی الان که مدرسه رو شروع میشه فعالیتمون یه خجولی کمتر میشه. بچه و امروز با یه ویدیو ماینکرافت دیگه اومدیم. خب با یه ویدیو ماینکرافت دیگه ولی کاملا متفاوت. خب الان نگاه کنه لحظه من بذارین هوای کوفتی کمش بارونی میشه رو درست کن. نه خب بچه ها، اسنایپ داره، بمب انداز داره، RPG داره. نکن نکنید من قبلا مردم. نکن فکر نکنم باگی باشه ولی نکن. مثلا میخوایم بریم زیر زمین. بچه اسم مودم حتما آخر ویدیو میذارم، پس حتما هم تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. و اینکه این مود فقط برای تیلانچره. این پورتاله بچه. نکنید من الان این ما با تخماش نکنید بچه ها. این الان تخمای مختلفی که دوش بب آناکوندا. نکنید آناکوندا رو پیدا میکنم. ایناش این پورتال رفت. نکنید مار آناکوندا داره اینها. نه بچهش مار آناکوندا داره آجی. برای نکن الان من میتونم زیدو بزنم روی این اسلحه، میتونم کاستومش کنم. اگه نه راستی من بزنم مپ رو باز میکنه. خیلی مود خفنیه. اما مثلا این لحظه نگاه کن. آها اما مثلا بذار لحظه بذار دور چی بید؟ یعنی دور شه. بذار گلوله بردارم. بذار که دیگه بردارم. خود الان من بیفتم که مود سروایول کنم. خود هم جونم مزد هم چیزای دیگه. نخواهید خیلی واقعا باله. این یه گلوله این برای کدومه؟ برای اینه فهمیدم. نکنید ما را نکنده حمله میکنه. مردم. عجیبه. سب من را انتقام میگیره. فقط نکن سب کن. فقط ببینی چجوری انتقام میگیرم. سب کن. یک کریپر کوش همینم حتما زیر زمین. آجه من یه مورد دیگه نصب کرده بودم روش نارنجش هم. آها اینجاست. عوضی کسافت. الان یه سب کن بچه میتونید باش حمله موشکی و RPG کن. نکن نکن. خیلی باحاله واقعا بچه. گفتم اسم مودو حتما آخر ویدیو میذارم. راستی برای تیلانچر کامپیوترم هست این مود. و اینکه نسخهش هم 1.19 یعنی این مود داخل نسخه 1.16 ماینکرافته. از که برم این تو اینم چیه؟ ها ما رو اسکول بکنه. نه نابلش نکن. ببینم فیلم چیه. چیستش چیه. آها بچه بعد در و چستویدن با او تالا همچین چیز بیارزش دیده بودید. شب کن میخوام پورتالش رو کامل کن. اگه بشه با دو تا زدیه. خب دوستانم یادم رفت من کریتیوم. نخواهدم یوهو اصلا کمبریج رو ویلیج. پشه بذار غلام آهنی اسپان کنه. غلام آهنی نداره البته. فقط تخمای این دونه انکوندا کشتیم. انکوندا
یه انکوندا دیگه. بچه منم که سلام خوبی؟ بله من نیزم باگه نکن. من هر کاری کنم شخصیت قبلیم که مرده. بچه مثلا اسلحه های دیگر رو بخواید ببینی میدونه اینو داره، شاتگان بابا بزرگا رو داره، میگه اسنایپ داره که میتونید به اسنایپ هم دوربین بزنید. نه راشید نام کنید الان دقیقا بیاید همینجا اینو بردارید روی اسنایپتون بیاید دکمه زد رو بزنید، اینو بزنید، اینو بزنید. خیلی دوربین خفنی نگاه کن اصلا راحت میزنید. اصلا این مابی که الان جلومونه این اگه سروایول باشه بهتون حمله میکنه. یه گوزه‌بند، یه بافلا، اینم خودم اسپان کردم، اینم کروکودیلیا، اینم خودم اسپان کردم. نگاه کن چه کروکودیل خوشگلیه. دیگه نیست دیگه، مگه ردت اینقدر دیر میمیره؟ یه دونه کرکدلیه دیگه. سلام تایگر. آی نمورد پشما. نه کن چه بیشورم. ببین بابا چقدر باشه تو این مپی که من هستم. خیلی هوا بارونی میشه و اینکه چطور بازی که این چیه؟ اسکانک باشه. ببینیم RPG زیرا میتره که نوچ این چی دیگه جغده. اینم خودم اسپان کردم، اینم خودم اسپان کردم، اینم خودم اسپان کردم، اینا هم خودم اسپان کردم. یا مادر گوزه بذار تو خوش الان بلت آوردم. ناکو گوزیلان دیگه همجوری و خیلی مود خفنی. بچه حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالم دنبال کن یعنی ساب کن، بذار بب ریسپان کنیم. حتما کانال دو سابسکرایب زبانم گرفت تا کلش رو بذار جمعی دوستان ما رو به چوخ بدیم. حتما کانال رو ساب کنید و چرا میام ویدیو بگیرم زبونم میگیره. اشکال نداره، شما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، کامنت هم بذارید و اینکه اسم مودم همین بغل براتون میذارم. گفتم برای تیلانچر کامپیوتر و اینکه خدافظ.